چنان که به همگان معلوم است در خلق تاجیکستان، در خلق ملت تاجیک قریب 4-5 نمود حوله هست. یکم حوله سرخک، دیم حوله سفیدک، سیم حوله قرطاقی کنجید، چهارم حوزه حوله با بشیر برآمده، من پنجمش حوله بدود به علو تیار میشیدگی. این حوله رو حوله دوره استقلال میگن. اینا بانوان ما نو اکن اختراع کردین، مقصد که در همه توی معرکه ها در موسم های خرسندی تیار میکنن، به معرکه ها پیشنهاد میکنن. حاضر من اکن نصیب کرگی باشه طرز تیار کردن این حوله بدوده به شما نشون میتیم. در اینجا استفاده برده میشود اول کرسون، بعد خوکای شکر، مسکه، این مواد خوشبو کننده، مواد کوا کننده که مقصد که همه چیزا را ملایم کرده میمونه. انا که حاضر ما کار اول مقصد که از چی سر میکنیم؟ مسکه پرچه من نشون میتیم داشتیم. من اینجا دا 0.5 کیلو مسکه های. برای 0.5 کیلو مسکه 1 کیلو خوکای پودر شکر در کره برای تیار کردن این. من این را گرفتیم، حاضر در کرسون می اندازیم. اینا مسکه را حاضر می داریم. اینا مسکه را ما وقت داریم. توی معرکه شهر فرمایش میکنم ها به همسایه ها، مقصد که برای توی ما همسری در خوره، برای معرکه ما همسری در خوره. خیلی حاضرم اکرا دوره پیش نیست، اوخه معرکه های بسیار هم کنیسته. اینا که حولوی ما تیار شد، حولوی سفیده میگن، حولوی بدود که اینا در 20 دقیقه تیار میکنیم. اگر چند که خوکه این بسیار باشه، هم بسیار میشه، هم نمود ویش سفیدش با بسیار شروع میتوده. کاری آسان از همه کاری بهترین، وقتی کم یک جا مهمونی اگرم تکلیف هم کردن یک دم تیار کردن میگیری میره.